سلام علیکم داداش سمی دوباره برگشت. آقا مخلصی مرا داد. آقا ساعت 5 صبح بود دیدی یه پیامک اومد کال آف دیوتی. دیدیم چند تا نوع بتل پس اضافه شده. همین دوتا بالاییه، دوتا اون بالایی که از سمت چپ شروع میشه. خب ما دونه دونه اینا رو بهتون نشون میدیم. نه اسمی دختر آلیسه کیه؟ دختر به نظر من شیکیه، واسه آلکاتراس میتونید ازش استفاده کنین چون هم کوچیکه، آدمای خیلی کم میتونن ببیننتون. بعد اینم گاناش بود که نشوندم. این زنگوله گانشه، چیش میگه اینو. بعد این گان همین شپره. آقا شپر هم اومده و عجیبه. آقا اینم از شپر. اینم با این سیبیلاش آقا خجالت بکش تو گست و کشتی. آقا اینم چیش میگن دنسشه که دنس تقریبا خوبی، حالا از نظر من بدک نیست. اینم گانشه. آقا من این همه این بتل پس ها رو من سر ما واسه تو میزنم، نگاه میکنیم، عشق میکنیم. داداش سمی هواتون رو داره، شما هم هوای داداش سمی رو داشته باشین. آقا اینم نه واسه اسنایپ چیه نه، ولی خب مطمئنم 100% کسایی که ازش استفاده کردن میگن اینم بکپکشه. کسایی که اون گانه استفاده کردن میگن آقا دمیج تیر خوبی نداره و ADSش هم خیلی بده، هر جور که خودتون میدونید. ولی این بتل پس ارزش خریدو داره، پرایس هم داخلش هست، گانه خوبی داره. حالا من اینو میزنم ولی از این شاتگان اصلا خوشم نمیاد. شاتگان خیلی مزخرفی کلن، چه اپیکش چه متیکش همه چیز، کلن این شاتگان های رگباری کلن بدم میاد. شما هم ازشون میدونم اونا که شاتگان پلیرن که هم بهشون بدشون میاد. حالا میریم واسه بتل پس دوم. آقا گوست بالاخره، آقا گوست هم اومد. والا این گانش آخه نسبت به گوست آخه اصلا نمیخوره، واقعا زشته واسه گوست که یه چنین گانی داشته باشه. بگذاریم. خب اینم دنسشه، نگاه شلیکا رو نگاه. خب میریم واسه بعدی. این میچی چیه؟ خب این هم این قابه که میتونی واسه پروفایلتون میتونی استفاده کنی. نه این پروفایل بزرگه. این هم گانه یه چی دیگه است. ترایب چی اسمشو خوب بلد نیستم. این زنه رو من اصلا قبول ندارم چون هم ریزه هم صداپای خیلی زیادی داره نسبت به بقیه کاراکترها. هر کاراکتری بالاخره خب یه فرقی داره. این بهبه، این با این اسلحه میتونی فست اسکوپ بزنین، حرف نداره این گان. و بعد من بهش میگم گز. حالا شما هرچی میخوایم بهش بگیم من بهش میگم گز. بعد میرسیم به این گان منو به یاد پاسو رو انداخت. آقا این گان خیلی خوبیه واسه فایت های نزدیک، حرف نداره. و الکس نه پاش شله، این گان پاش قطع کنن. آقا پاش هم قطع کنن. این جگ 12 بابا کلن اصلا از اسم جگ 12 کلن بدم میاد. ولی خب مجبورم دیگه، شما ما اطاعت بکنیم. این هم بکپکشه. هم شما خوشتون اومد یا نیومد نمیدونم. آقا این بتل پسر من تو یه ویدیوی قبلی واسه تون گذاشتم. حالا اسم ویدیو رو بعدا واسه تون میذارم که برید ببینید. عشق من این خدا وکیلی. ببین داداش نداره، من این بتل پسرم میزنم، من 3 تا دونه بتل پس میزنم. آقا داریم میرسیم به جای حساس کار. من عاشق یه کاراکتری شدم حرف نداره، مطمئنم که شما هم عاشقش میشین. صبر کن اینا رو بگذرونیم. آقا این بتل پسرم بزنید. اینم پرایس داخلشه، خیلی قشنگه. همین کاراکتری که داره الان رو پای میزنه اینو من میخوام برم بزنم، بتل پسش اومده، حرف نداره. آقا این بکپکشه. اینم سوپه. اینم گانه MX9. گانه خیلی قشنگیه واسه یه نوع SMG فکر کنم.
نه SMG نیست. آره یه نوع SMG. آره SMG تو فایت های نزدیک به دردتون میخوره، ضربه تیر زیادی. آقا این کاراکتر، این من عاشقشم آقا، من اینو بزنم، عشق من همین آقا. و دیلش چه دیلی، فاست اسکوپ حرف نداره، صدا تیر هیچی، تو بتل راحت میتونی ازش استفاده کنی. ساب کن داداش.